با سلام خدمت دوستان عزیز، من آریان هستم و با ادامه بررسی آسیاب ایریس در خدمتتونم. خب تو این آسیاب حتما از تکنیک آدیتی استفاده بکنید تا با این وضعیتی که میبینید دچار نشید. حتما آدیتی استفاده کنید. ببینید وقتی که قطرات آب میزنید دیگه اون اتفاق نمیافته. من برای این دستگاه اسپرسوی متعددی گرفتم. ببینید تو قهوه‌های مدیوم تو دارک یا حتی لایت تو مدیوم تنظیمش خیلی ساده است، اصلا هیچ مشکلی شما نداریم، به راحتی قابل تنظیم هستش و اسپرسویی که میگیرین هم اسیدیتی و شیرینی متعادلی داره، کاملا بالانس، طعم دهانی عالی داره و واقعا لذت بخش هست. اسپرسوی خیلی خوبی میده. کلا آسیاب کونیکال چون بیشتر حالت کراشینگ دارن، این فاین بیشتری نسبت به اون آسیاب‌های فلت تولید میکنن، بنابراین طیف طعمی که میدن بیشتر میده به سمت طعمای شکلاتی و آجیلی و انتهای طیفشون که آستینژنسی میشه. حالا آسیاب‌های فلت چون بیشتر حالت کاتینگ و شیوینگ دارن، بنابراین پروفایل طعمیشون بیشتر به سمت اون حالت اسیدیتی میره، اون حالتهای میوه‌ای. اما تو قهوه‌های لایت روست یه مقدار تنظیمش مشکل بود واقعا. حالا من باید قهوه لایت روست بیشتری بگیرم تا بتونم بیشتر این آزمایش کنم. حتی مواقعی هم که به نظر میرسه همه چی درسته، تنظیمم درسته، به نظر میرسه خروجی یه ذره سریع هستش تو این آسیاب، تو قهوه های لایت روست. ولی در نهایت باز طعمی که میده، یعنی طعم کاملا بالانس و شیرینی هستش. فقط میگم تنظیمش یه مقدار به نظر من قهوه لایت روست مشکله. خب اینجا هم که این شاید که از یه به اصطلاح قهوه لایت روست گرفتم، خیلی هم خوب در آمد. خب اینجا هم یکی از مشکلاتی که یه بار واسه شدم تو آرپیم بالا دستگاه یه دفعه متوقف شد، آرپیمی که بردم پایین خوب شد، راه افتاد. اینم یک مورد هم اینجوری داشتم که تا بعد یک دونه جا مونده بود. اینم آزمایشی هستش که یه بارش من فیلم گرفتم و گفتم برخلاف چیزی که میگن، نتیجه که من به دست آوردم برعکس بود. یعنی تو آرپیم بالا که گفته شده فاین بیشتری تولید میشه، من نتیجه که به دست آوردم کاملا برعکس بود. یعنی آرپیم بالا فاین کمتری داشته. کلا تو اسپرسو با این دستگاه تو آرپیم پایین من اسیدیتی من واضح تر شده، تو آرپیم های بالا بیشتر اون نوت شکلاتی و طعم به حساب آجیلیش واضح تر شده. این چیز کلی و من میگم فکر میکنم برمیگرده به شکل ذرات تو آرپیم بالا تا به اصطلاح دیستریبیوشنش. در مورد دم کردن قهوه، با اینکه فوکوس این شرکت روی به اصطلاح به نظر میاد اسپرسو باشه، ولی واقعا قهوه دمش عالی میشه. فقط برای اینکه کلیریتی بالاتری بگیرید، من به نظرم میاد که بعد از آرپیم پایین استفاده کنید. حالا اگه خواستین یه ذره نوت‌های طعمیتون واضح تر بشه، میتونید گرین رو ریزتر بگیرید. خب در مجموع با این قهوه‌ای که مدت من داشتم، برای اسپرسو من همیشه بین درجه 2 تا 3 بودم و برای انواع و اقسام قهوه متدای به حساب روش‌های دمی تو هول و هوش 6 تمام خواسته‌هام برآورده شده باشه. به نظر میاد که درجات بالاش مثلا 8 9 10 اینا نمیدونم واقعا زیاد کاربردی داشته باشه. کاش که مثلا این سمت
به سمت فاین رفتنش درجاتش بیشتر میشد، اینجوری بهتر بود واقعا. در مجموع بزرگترین حسنی که این دستگاه داره اینه که قهوه واقعا خوشمزه ای میده. این به نظر من مهمترین چیزی که میخوام بگم. بعد واقعا بی صدا هستش، یعنی حداقل به این گریندرهایی که من دادم خیلی کم صداتر هستش. این سیستم اوتو آفش که وقتی که از دونه خالی شد خودش اتومات خاموش میکنه خیلی جذابه واقعا. RPMی که داره واقعا به نظرم با اینکه رنج عددیش زیاد نیست، حالا از 95 تا 150، ولی تو تم به نظر میرسه که کاملا مشهوده، یعنی اثر خودش میذاره و یعنی شما تفاوت تعمیر کاملا تو RPM پایین و RPM بالاش حس میکنی و این یه به نظر من یکی از محسنات این دستگاه هستش. یکی دیگه از محسنات این دستگاه غیر از سینگل دوز بودنش که اونو واقعا برای اسپرسو گزینه جالبی میکنه اینه که تمیز کردنش بسیار راحته. یعنی شما خیلی راحت اون تیغه رو میتونید در بیارین و به راحتی تمیزش بکنین. به نظر من یکی از ویژگی‌های خیلی عالی این دستگاه هستش. در مجموع بخوام نظرمو بگم این که این دستگاه به خاطر قهوه بسیار خوش‌طعمی که میده، هم اسپرسو هم دمی، واقعا ارزش خرید داره به نظر من و خودم دوست دارم این دستگاه همیشه ازش استفاده بکنم و واقعا کار باش لذت بخش هستش. نتیجه‌ای که میگیرین عالیه و من تو این مدت سعی میکنم که هم قهوه‌های دمی و هم اسپرسویی که میگیرم از این دستگاه استفاده بکنم تا باز بیشتر باش آشنا بشیم، با کاراش بیشتر آشنا بشیم و شما بهتر بتونید در موردش تصمیم بگیرید. موفق باشید.